سلام میکنم به دوستان عزیز کانالم. امروز میخوام بهتون دستور یه فینگر فود خیلی خوشمزه و راحت و که خودم درست کردم بهتون بگم. از این پاف پاستریا که فروشگاه ها دارن، البته فکر میکنم توی ایران خمیر هزارلا بهش میگن، میتونین از اونا بگیرین و ببینید برشای باریکی ازش جدا میکنین، میبرین و قالب کیک یا حالا هرچی دیگه که دارین اونو برعکسش میکنین، بعد چربش میکنین با برس و این نوارهای باریک پاف پاستری رو دور اون مثل حالت بقچه میپیچین و کامل همه اون قالب ها رو اینجوری دورش رو با این پوشش میدین. اینجور که این مدت من اینجا زندگی کردم و از نزدیک با مردم استرالیا کمابیش در تماس بودم، اونا خیلی وقت روی آشپزی و این برنامه ها نمیذارن. معمولا خیلی توی برنامه های غذاییشون از فست فود استفاده میکنن و این که خیلی طبع شیرینی دارن. خب حالا یه دونه تخم مرغ رو هم میزنین و بهش یه مقدار زعفرون اضافه میکنین و با بورس روی این پاستریا که اینجوری دور این قالب پیچیده شده میمالین. بعد فر رو گرم میکنین حدود 180 درجه سانتیگراد و این قالب پیچیده شده رو توی فر از قبل گرم شده میذارین. رو طبقه وسط باشه و میگم همون حدود توی 180 درجه سانتیگراد خوبه. حالا میایم مایه داخلش رو درست میکنیم. پیاز رو تف میدیم، بهش فلفل دلمه اضافه میکنیم. من فقط فلفل دلمه قرمز داشتم، اما سبز و زرد هم طعم خوبی بهش میده. بعد قارچ بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعدش گوشت چرخ کرده و هر چیز دیگه ای که دوست داشته باشین، مثلا اگر یه مقدار دوست دارین شیرین باشه میتونین بهش هویج اضافه کنین، ولی من همون گوشت چرخ کرده فقط بهش اضافه کردم. بعد فلفل، پاپریکا، پودر سیر، یه قاشق رب گوجه فرنگی و این سس گوجه و سیر تند رو هم من دوست داشتم که بهش اضافه کردم. ببینید بعد از حدود تقریبا 15 دقیقه به این شکل در میاد که ما بعد اینو مثل حالت کاسه هست از توی قالب در میاریم که در این حالت الان آماده برای این هست که ما اون مواد که درست کردیم که میخوایم داخل این بذاریم الان آماده شده. داشتم میگفتم طبع مردم استرالیا خیلی شیرینی دوست دارن، یعنی شما انقدر که توی این فروشگاه ها انواع شکلات ها و مواد شیرین و اینا هست، من جای دیگه حقیقتا ندیدم. و یک شیرینی مخصوص هم دارن که خیلی بهش افتخار میکنن به نام تیم تم که تقریبا مثل حالت ویفر هست که خیلی شیرینه و به عنوان سوغاتی میبرن، خیلی هم افتخار میکنن بهش. الان این پیاله ها رو توش رو با اون مواد پر کردم و روشم پنیر پیتزا که من به صورت قالبی گرفته بودم که رنده کردم خودم
روی اون میریزیم. این حالتی که وقتی پنیر قالبی میگیری، نوع این پنیری که من میگیرم خیلی پنیر خوشمزه و کشداری هست که وقتی رنده میکنی خیلی حالت کشداریش بیشتر میشه. حالا قالب رو برمیگردونیم و این کاسه هایی که از پاف پاستری درست شده و توش با مواد پر شده روش میذاریم و من با تیکه های گوجه فرنگی هم روش رو تزیین کردم. اگر که این دارین الان این ویدیو رو میبینین، دوست دارم که کامنت بذارین، بگین از کدوم کشور هستین و از چه برندی برای پاف پاستری و پنیر روی اون استفاده میکنین و همینطور نظرتون رو کلن راجع به کانال بگین. راضی هستین خوبه یا نه؟ حالا اینو میذاریم توی فر و روی همون دمای 180 درجه و حدود فکر میکنم 10 دقیقه کافی هست برای اینکه این خودشو بگیره و پنیرش و مواد داخلش آماده بشن. بسیار طعم خوبی پیدا کرده بود و خوشمزه شده بود.